طبق زیرلایحه تهیه و تطبیق برنامه منتوری شاگرد تیارکنی برای زنان صاحبکار و جوانان در جمهوری تاجیکستان میزی مدور برگزار شد. آن از جانب تشکیلات جمعیتی میر مرکز امکانیت بهره رشد راه اندازی گردیده است. لایحه مذکور از یکچند مرحله ها آموزشی و تقویت بخشی عبارت بوده. از طرف برنامه رشد سازمان ملل متحد مساعدت با سودا در آسیای مرکزی راه اندازی گردیده است. زنهای دهه که بیزنس ایده های خود را پیشنهاد کرده حمایت نموده بودند، امروز سنه 25 فوریه طبق این برنامه با ایده های صاحبکاری خود از جانب سازمان بین المللی در چهارچوب این زیرلایحه دستگیری یافتند. بیزنس استارتاپ هایی که از جانب کمیسی بهاگذاری زیرلایحه پیشنهاد کرده شد و قید گرفته شده بود، آنها امروز با سازمان بین المللی که مبلغ گذاری اساسی همین زیرلایحه است یعنی UNDP پیشنهاد می شوند و البته مسلم است که آنها با همین ایده های خوبشون بهره رشد و رونق ساحه صاحبکاریشون دستگیری از جانب همین تشکیلات خواهند یافت. شروع از بعد از به اتمام رسیدن همین زیرلایحه زنان موفقی که در سمت کشاورزی فعالیت می بردند و در سر غایه های خوبی تجارتی داشتند و بیزنسی داشتند، آنها اکنون قدم های نخستین خود را در سمت صاحبکاری خواهند گذاشت. مقصد اساسی برنامه آموزش زنان و دختران و جوانان می باشد. همچنین بلند برداشتنی سویه صاحبکاری آنها در فعالیت هر روزه خود می باشد. تشکیلات جمعیتی میر مرکز امکانیت بهره رشد در دوام سال روان با ترینینگ و آموزش ها زنان و دختران خانشین را جلب نمودند. ایام نمودنی برنامه منتوری که پروگرام منتورست، یعنی که ما در اول کار باید دانیم که ما به کدام مرحله با کدام قدم ها آمده میرسیم، چی کارهای اجرا کرده نمون در کار، کدام نمودی آموزش های گذرانده نمون در کار. همه این رو ما کوتاه کرده در یک برنامه منتوری جدا کردیم که در آن یکی از قسم‌های این بود دستور برای منتوران یا که پالوژن منتوران باید که آن شخصانی که با حیث منتور برآمد میکردند دانند که با کدام طرز باید با منتی خود کار کنند. در اینجا کلمه های منتور و منتی، منتور ما به زبان تاجیکی همچون استاد ترجمه کردیم و منتی این شاگرد، یعنی که استاد و شاگرد، همکاری استاد و شاگرد. و در همین برنامه منتوری این یک حجت کلان صحیفه های زیاد است و در آن همه آن برنامه هایی که باید که شوند، ترینینگ هایی که گذرانده شوند، مدل ها برای همین ترینینگ ها، سازشنامه ها، دستورالعمل ها، سوالنامه ها، انکت ها، نمودهای درخواست برای منتور و منتی همه همین علاقه کارکرد شده برای ما. مدینه میر محمد و منتی یا خود شاگرد از شهر اصفهان می باشد. وی در تمام ترینینگ های تشکیلات جمعیتی میر مرکز امکانیت بهره رشد اشتراک نمود می گوید 12 سال این جانب دوزندگی می کند. برای دخترانی ده دوزندگی را می آموزاند. از این پس به صاحبکاری مشغول می شود و خلطچه های مخصوص برای میوه خشک می دوزد. با من یک اکو به خودم باورگی و اینچنین ترسم را برطرف کرد. با خیلی آدمای بالاتر از خودم کار دیده تر با آنها شناس شدم. اکو بسیار به من معقول شد، هم موفقیت های بسیار به فکرم نایل شدم. ترینینگ ها و آموزش های تشکیلات جمعیتی میر مرکز امکانیت بهره رشد طبق برنامه از سنه 10 ایول سال 2020 تا سنه 10 مارس سال 2021 در ولایت های سوخت، ختلان و ناحیه های تابع جمهوری عملی کرده شد. امروز در میز مدور جنبست گردید. همچنین در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان پارک تکنولوژی ترتیب داده شده است که در آن دانشجویان را نیز با ترینینگ و آموزش ها برای در عمل تطبیق نمودنی بیزنس ایده های خود دستگیری می نمایند. در قسم اساسی فعالیتی که ما در پارک تکنولوژی به وجود میاد، این در آموزشگاه نوآوری دانشگاه صورت میگیرد. در آموزشگاه نوآوری ما بهتر برای حل کردن اون معمایی که در جمعیت بوده است با واسطه دانشجویان کوشش می‌کنیم و در این سمت یک چند پارتنرانی که شریکان همکاری است ما با اینجا با آموزشگاه نوآوری پارک تکنولوژی جلب می‌دیم و در اونجا بالا فعالیت می‌کنیم.
барномаи менторӣ дар се минтақаи кишвар аз ҷумла вилояти суғд, хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гузаронида шуд. Бояд қайд кард, ки чорабинии ташкилоти ҷамъияти МИР, маркази имконият баҳри рушд дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.